بهت تبریک میگم. تو برای نگهداری از فانوس دریایی جزیره نورا انتخاب شدی. ممکنه اولش حس تنهایی بهت دست بده. راستش واقعا هم تنها هستی. این جزیره توی هیچ نقشه‌ای نیست. قایقی که تو رو آورده فعلا بر نمیگرده. ولی نگران نباش، همه چی برات آماده است. کنسرت، یه رادیوی قدیمی و البته خود فانوس دریایی. فقط ازت میخوایم زنده بمونی تا زمانی که قایق برگرده دنبالت. همه چیز ساده است، نگران نباش. چند تا قانون رو باید رعایت کنی واسه امنیت خودت، چون دیگه مسئولیتت با ما نیستش. قانون اول، هر شب بدون استثنا فانوس رو روشن کن. مهم نیست هوا صافه یا مه‌آلود یا حتی کشتی اون طرف ایستاده یا نه، فقط روشنش کن. گاهی قضیه فقط نور نیست، قضیه اینه که با روشن کردن فانوس ناشناخته ها رو از خودت دور نگه می‌داری. قانون دوم، جمعه‌ها دقیقاً ساعت 3:33 صبح صدای در زدن میشنوی. هرچی گفتن در رو باز نکن، جواب نده، حتی کنار در نفس هم نکش. اونا اسم تو میدونن ولی تو نباید اسم اونا رو بدونی. قانون سوم، ممکنه هر شب ساعت 2:20 روی میز خودش روشن بشه و صدای جیغ زدن بشنوی. نترس، هیچی نگو، فقط منتظر باش تا صدا قطع بشه. اون راننده قایقیه که تو رو آورد اینجا، دیگه قرار نیست ببینیش. قانون چهارم، اگه چراغ یه فانوس دریایی دیگر از دو چشمک زد، فوراً برو زیر زمین. در رو قفل کن تا طول آفتاب صبر کن و هیچ وقت از پنجره بیرون رو نگاه نکن. اونجا اصلا فانوس دریایی وجود نداره. راستی مهمترین قانون رو یادم رفت بگم، اگه یه روز کشتی نجات از رو دیدی خوشحال نشو. اونا واسه کمک کردن به تو نیومدن. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نذار بفهمن توی فانوس دریایی هستی. اون کسی که تو اون کشتیه قرار نیست کمکت کنه، فقط دنبال تو میگرده. امیدوارم به زودی ارتقای شغلی بگیری. موفق باشی.